بلوگر 22 ساله زوده تاجیکستان مهران حکیموف در پی در شبکه تیک تاک نشر کردن ویدیو دراندن پاسپورت روسیه در یک ویدیو دیگر از مردم روسیه برای آن کارش عذر پرسید. ویدیو دراندن پاسپورت روز 1 فوریه در صفحه این بلوگر در تیک تاک نشر شد، ولی این ثبت الکی پاک کرده شده است. مهران حکیموف هنگام عذرخواهیش گفت که این شناسنامه یک دوست وی بود که مهلتش الکی تمام شده بود و دوستش از وی خواسته است شناسنامه را بدراند تا یگان کس نتواند آن را استفاده برد. جریان دراندن حجت را آنها به نوار گرفته ویدیوش را در محضر عام در تیک تاک گذاشتند. حکیموف در ویدیوی نوش گفت میخوام از تمام مردم روسیه برای خطاهای صادر شده صمیمانه عذر بپرسم. معلوم نیست که او برای این کارش بازداشت شده است یا نه. برای قصداً دراندن یا نابود کردن شناسنامه روسیه همچون جزا جریمه به مبلغ همگی از 100 تا 300 سومانی پیش بینی شده است، ولی مهران حکیموف را برای به احترامی به رمزهای روسیه می توانند از آن کشور عمرباد اخراج هم کنند، حتی اگر او الکی شهروندی روسیه هم داشته باشد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه در نیمه اول سال 2021 مجموعاً 44196 شهروند تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده است. این 12 از 8000 یا قریب 30% بیشتر از 31351 نفر است که در نیمه اول سال 2020 شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی را به شناسنامه سرخ با عقاب دو سره روسیه عوض کرده بودند. در سال 2020 در عموم 63389 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را قبول کرده بودند. بر اساس آمار رسمی در نیمه اول سال 2021 هر روز به حساب میانه 241 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفته است. بنا به حسابها از سال 2000 به این طرف بیش از 700,000 نفر از زادگان تاجیکستان سکونت دائمی در روسیه را اختیار کرده و اکثر آنها با جمع خانواده‌هایشان شهروندی آن کشور را به دست آوردند. مقامات تاجیکستان اجرت مردم را به روند جهانی‌شوی ربط می‌دهند و میگویند در شرایط دنیای معاصر قریب یگان کشور از این روند بیرون نمانده است. اما جامعه شناسان میگویند برای مردم تاجیک محبت به زادگاه در فرهنگ چندین هزار ساله‌اش نقش بارز دارد و افزایش روند هجرت اهالی به خارج از سرچشمه‌های جدی‌تر و پیش از همه از احساس ناامیدی آنها به آینده بهتر در وطن منشأ می‌گیرد. با آنکه سیل ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به یک زندگی بهتر در پیش در سفارت‌ها و اداره‌های مهاجرت کشورهای خارجی نوبت می‌پویند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل فرار مغزها و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان و استادها و نمایندگان کسب و کارهای دیگر گلچین میکنند و این باعث آن میشود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه‌ای که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند.